این کلیپ فیروزه حفیظова در یک روز نشرش در صفحه یوتیوب بیشتر از 50,000 بیننده پیدا کرد. اما خوشحالی مؤلف سرود از توجه زیاد به آهنگش دیر دوام نکرد. در روز دوم نشر ترانه مقامات از آوازخوان خواستند سرود را از اینترنت پاک کند. همین فو گفتن من نمیدونم که دغال میگن مثلا سخن ناجوی میگن برای من این چیز مثال وای نیست برای که این منینه ما یک 6-7 ماه پیش یک فیلم هندوگی تماشا کردم درباره یک دختره که همین صنعتکاره که فربه وقتی صحنه میبره همه مذاق میکنن میخندن فقط هوایی هم همین سرود همین معنی کتی خوندگی فو بی فو گفته خوندگی درباره همین سرود خوندگی وقتی که من همین وایرا فیلم رو تماشا کردم بعد با کلای منم یه ایده اومد گفتم که بیام همین یک چیزی حجم‌نگاری آماده. فیروزه پس از ثبت و نشر این آهنگش در شبکه‌های اجتماعی از جانب مسئولین دعوت و تاکید شده است که به بازخوانی ترانه‌هایی که شأن و شرف آوازخوان را پایین میبرد راه ندهد. اما او میگوید این فقط یک آهنگ هجوی و پاسخ به کاربران دغل‌گفتار صفحه اینستاگرامش بود و هدف تهوین و تحقیر کسی را نداشت. مثال بگم این سرودی ما با یگان آدمای مثال تاجیکستان تعلق ندارد نه با دولت نه با صنعتکار نه با یک آدمی با مفکوره نه آدمی با مدنیت نه با آدمای با فرهنگ این آدم برای این سرود برای همون نفران وای دارد که پهلوی همون بیکار خوجه‌هایی که فقط در اینستاگرام میشینن کی را فقط وای میکنن تنقید میکنن کی تاجیک خودشه. فیروزه حفیظova از بحث برانگیزترین آوازخوان‌های تاجیک است که نشری هر نوار و نوشته‌اش در صفحه‌های اینترنت به برخوردهای دغل روبرو می‌شود. کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام در هر پخش مستقیمش نسبت او از الفاظ قبیح استفاده می‌بردند. فیروزه میگوید با تهیه و پخش سرود فو خواست به آن نفران پاسخ بگوید. مؤلف متن هم خودی او بوده است. خیلی ما در این سرود مثال یگون کسی حقارت کردگی نیستیم یگون گپی گنده گفتگی نیستیم فقط که یک کم طرح گمی فو گفتنش دغلانه همه چیز من نمیگم که مثال گپ این چیز درست است من میدونم که نو درست است و نیکی خیلی اکبرور گفتم با تقریبا 5-6 ماه ما این سرود من کردم بعد همین نو بعد با موندم کلیپش یک دو نفر رو با تماشا کردن اکو راست گپ چه گفت وقتی تماشا کردند به حد خندیدند اما وقتشون خوش شد و ما گفتم خیلی بس که همین سرود وقتی مردم خوش میکرده. فیروزه حفیظova میگوید در 3 سال اخیر نشر نوارهای گوناگون و الفاظ قبیح و دغل‌گفتاری در نسبتش او را به حالت سختی روانی گرفتار کرد. خیلی ما هم مثل صنعتکار ما میخواهیم که یا مردم کتی کم ترک وقتایی که بکوریم یک گفتی تاجیکی گپ زنیم 5 تا چخچخ کنیم وقتی ما خوش شوه با همون نفرانی که بسیار مردم تاجیک زبانی ما مردم غریبن میخوان که مثلا یک صنعتکار خودش در پریمو افیر ببینن با یک کمتر هوای دلشون هوی کنن یک کمتر با وقتشون چوق شوه برای همین قچیز ما میدرویم ما نمیدرویم پریمو افیر که یک کس کتی جنگ کنیم و یک دغلانه گپ زنیم نه که میگذرونن اپاجان بسیار وقت میگذرونن خونده نمیشه و اوجه خیلی چه بگم همین خیلی ننگ و ناموس و سخت باشه مستحکم باشه تا او درجه اینه که مثلا گپایی که سختی بعد گپ میزنن میگویم همو داری تلفن در آمده یک تا وای کنم. بعد از تاکید مقامات و ظهور صفحه‌های گوناگون از نام او در اینترنت آوازخوان تصمیم گرفت صفحه رسمی خود را در شبکه یوتیوب باز کند. حالا تلاش دارد کاربران صفحه‌اش را در اینستاگرام به 1 میلیون نفر برساند. حاضر این نمو صفحه یوتیوب افیسیال خود ما با پرودوسر بهروز زیوارف باز کردیم انشالله نصیب کرده باشد همه چیزای ناجایی که در یوتیوب پریموی فیروی پارتزایگان چیزی که در یوتیوب به حد بسیار موضوع همین صفحه رو روی کردیم باور کنین من خیلی کردم همین 24 سال مردم ما همین تمام نازکی و همین چیزی مرا گرفته در همون یوتیوب پارت افتاد من حتی خودم در حیرت موندم همین چیزا را دیدم برای همون محوزی متاسفانه خواهش کردم که همه یوتیوب همین صفحه را تازه کنن.